وایستا آنا باز نشکند برو دامینجا این خالی نه چخل خالی تو چی ها گفته ایستاده یه oysa خلاورم چخل خال ای آنا خالی آه. گفتم یا ای، بابا چخل برها خالی. در اینجا بود آی پر بود کو این برها کجا شده آی چخل خالی اومن ادونم مبل کجا شد؟ بود رئیس باور آمد کرد اینجا در بود برها مبل کجا برده؟ من نمیدونم اینجا کجا بود که برده؟ انا از همانجا آورده باز بچه‌اش او وقتی که من بار کردم همش در جایش بود نمیخواهم آخر. گپم را گفتم اینه کی گرفت اینها کجا شدن کجا دانم همش اینجا بود این بارها رو تو آوردی بارها کجا خیلی شد بیا دیگرش را بینیم فرار این را فرار فرار باید دیگر آشم این بیدم خالی کدی این را فرار نه، بیا. اینش را خالی. اینهای خالی ای من برو بالا. بالا برو برو دیگر آشم بیا، بین کدی بیا، برو اینجا بیا بردار فرار جای دیگر آشم طرف حتی کدی فرار ایناش هم بیا، خالی بده. کردم پروردگار این هم ای خالی این بارها آره، اینش هم کجا شدن ای بابا تو این هم خالی او اینو همش خالی خالی کو ای خوبه اینها پور بود بار من کردی همه دونم که پور او بود بارها کجا شده چرا تیز شده؟ جمع شاید گپ هست اینجا بیاین اینجا بیاین بشینید نزدیکتر شینه هممون سرپول شدیم این لباسو رو به شما بینیم این کت و کتا بینیم ای جوسو همتون پناه میشین خانه خیش تبارتون میرین کجایی که نمیرین یک سال یک نیم سال خطون انشان نمیتین فهمیدین؟ بعد ابویه دیل ما ایت پر نیست فهمید نیست سا تیزی این جوجه خطا نشان نته ای بولو تشیده ما در بلا نمونیم فهمیدی؟ پناه که خطا هیچ کس نمودی تره نبینه یگون عملیات وزنی شود قرار مادرم کسل ولیده بیو مسلحت پخت چی؟ خیر آمین برکتی کار الله اکبر الان همینجا او هیچ کس نیست الان همینجا زندگی میکردن الان همینجا میگشتن لعنتی هایا اینقدر اشیای خانه رو گرفته رفتن و از کجا میابم لعنتی های نوبکارانه ناظری راه کپتان مرادوف سلام علیکم سلام علیکم کماندیر. این ماشین شما بله نوشیدگی نیستید ما نمی نوشیم انیق نمی نوشید انیق نمی نوشیم رفته با کمدیر صحبت کنید مایلش پر زدگی ما نمی زنیم زدگی میتوی کو می روات سیاه نکن چشماتا بین خیلی هم ما در سر رولیم کوپوف کن ساز پوف که 3-4 بار پوف که میگومد همی هم پوف کنی شده او قدانش بو نمیکرد از جوابش تبره با ای جوابش پوف کنی را یاد بگی فهمیدی؟ همی هم پوف کنی شد خیر ناز که نمی نوشید سلامت باشید وای مایلش سفید کماندیر. ها چه؟ نیافتی؟ آی کلاورم میموری یک تا با وگان ها در آمده کابی بطگی وگان ها در را کاب یاب من دیگر هیچ چیز رو نمیدونم هر یک کابید یابید البته ها
السلام علیکم. وای پیدا شد؟ نه نمیدونم. با قهر زمین در آمد. چی بلا از هیچ کجا پیدا کردن نتونسته شدم. چیکار کنم برادر؟ نمیدونم. التماس آخر کجا روم؟ از کجا یابم؟ آخر همه جا را کافته شدم. براستی همه جا را کافته شدیم. ممکن پیدا شود. ممکن پیدا شود. چی جین زد مرا؟ چی بلا شد با من خودم نمیدونم. من از تو خواهش کرده بودم که به من خانه یافتدی. بله. ها نه این فکری من بود. من پیدا کردم کو یافته دادم کو. من از تو خواهش کرده بودم که مرا از زنم جدا کن. نه این فکری من نبود. این خواهش خودتان بود. من از تو خواهش کرده بودم که اشیا و انجام مرا به جای دیگر گذران. نه این احمقی من بود. این کار را من کردم. من آوردم. من گذراندم. از برای ابلهی تو و شما بر این آوارگردها قریب بود که از زنم جدا شوم. خدا نشان ندهد. خدا نشان ندهد. با کمک تو و اون جوره های آوارگردت من قریب از تمام اشیا و انجام خانه هم خلاص شوم. نه پیدا میکنیم. کافته گشتیم. شب روز کافته گشتیم. به کی فروختی؟ نه برادر من نفروختم. نه چی در کار این گپ ها؟ من میدونم که راستش را گوی. به چند دلار فروختی؟ نه من با هیچ خیل دلار نفروختم برادر. نفروختم. باور کنید من شب روز کافته گشتم. میبینم از چهره‌ات معلوم ها. شب روز کافته گشتم. حتی میزه نمیزنم. بیچاره. خوابم نمیبرم. شب و روز در طربخانه ها میگردی کو؟ می نوشم و میدانید ها از غم می نوشم. از غم از غم از سوختنم می نوشم. معلوم درون و بیرونت سوخته است. 2 روز مهلت. در این مدت اگر پیدا نکنی گم میشوی. چخیل گم میشوم؟ گم میشوم؟ چخیل؟ اشیا و انجام خانم چخیل گم شد؟ نمیدانم. انا همین خیل گم میشوی و من بخبر میمانم. یک سه چهار تا دیگه میشنن که توپ میکردن. حاضر پیدا میشوم. کمای نمیرسه آخی. انا نگاه دار. این سپاسوری ما گورختیم. و اینها این خود کی؟ بلا با پسشان ای کار رفتی. چند بود؟
یک ردی قمدیده 10 چه فروشی داشته است. بس که قطعیمو دچه ده چرا در سر بزنی؟ توی آدمی در کار شده میماند. نه یا دچه در کارم نیست. همین مبلغ بیهوده صرف می شود. پول گفتی؟ نه ترس پولهای در کجا جای شد است. پولای ما؟ گوش کن اگر لازم نشود هیچ گپ نمیفروشیم. استید یک دقیقه استید شما در ملیسا کار نمیکردید؟ در ملیسا کار نمیکردم. استید یک دقیقه التماس چی شما میگویی؟ پیشتر چی میخوایی؟ درگاهی کار نمیکردید؟ درگاهی کار نمیکردیم. استید تو مشکلی آخه هست؟ شناس رویده. نمایید یک دقیقه استید برادر انا همان دختر بینید همان دختری که همانی که مرا فریب داده بود کو بینید نگاه کنید دیدید کدامش؟ ایستا اپا یکا ما آنه زارش نشان میدهم نه این کار رو نکنید. ما دیگر رو هم یادیم. پیجک نغزت خریدم همین پیجکای دودگیت همش کهنن. یگان بار بیندار نشدی. سلام علیکم ها چی گپ؟ یک کار است چی کار بوده؟ پول کار کردن میخواهید؟ پول؟ ای چی کار بوده؟ تعمیر خانه خانه در کجا؟ خانم در همین شهر چند سون؟ چی خیلی که کار میکنید؟ چی کار بوده است؟ تعمیر خانه خانه در کجا گفتید؟ گفتم کو در شهر چند سو منیق؟ شما اگر دیلی مرا یابید 15,000 میگیرید دلار قطعی. البته دلار قطعی گپ پخت. سروغه خانه خانه آباد 8 آمین الله اوبلو اکبر.
بذارید شما از اون طرف بذارید شین بفرمایید بیمار وضعیت شما چه خیل است؟ شکر میشه سوزم الحال سلامتی چه خیل؟ دیاگنوزتان چی بود؟ سینه همو دکترها میگفتن سینه کریتینه میخیل ببخشید محترم طبیب بگوید که کسلشان چی بود؟ خیلی کم سخن شده اید در طبابتخانه به کس گپ نمی دادید؟ وقتهای آخر در کدام کشورهای خارجی بودید؟ ما در یگان خورجه پروژه نبودیم خیلی افسوس میخورم دکتر اصلا کسب شما چی است؟ ساختمانچی؟ پزشک؟ ارتیست؟ مهندس؟ افیریست؟ چی کسب دارید؟ مو ساختمانچی وقتهای آخر با چی کار مشغولید؟ تعمیر خانه ها آها. دستان طلایی داشتید آفرین السلام دکتر چی خیل شما؟ خوب هستید؟ سلام ینگه شینید؟ داست خورده ای که نمیشینی یخ کردی چی؟ شین میگویند که مرغ و ماهی را با دست میخورند درست است؟ درست است دکتر؟ خب میگویند که پوست گوشت پخته شده مرغ خیلی فایده آور است علل خصوص برای مستحکم کردن موشک های دل خواهش میکنم بیمار بارک الله آش شود بیمار آرام باشید شما خیلی سراسیمه خوراک میخورید مرغ را سراسیمه نشده خوردن لازم پیش از آن که گوشت را برای خوردن نزدیک میارید اول دهان را اندکی گشادن لازم انا همینجا معده میخواه همینطور بعد رفتن من شما باز چند روز آنجا ماندید؟ خیلی خوب کردیم از بیمارخانه برآمده باشید هم معلوم نیست که شما پر شفا یافته اید خیلی کسلم وزمی نه گفته بودم کو میگویند که مغز استخوان مرغ فکر انسان را روشن میکند و به معنا نیرو میبخشیده است خواهش میکنم نه نگوی
خواهی همینه گیرید دستی منو نگردونید گیرید مایده خوید سراسیمه نشوید بارک الله گیرید من همین کبودی ها همش از باقی خودمون من لباسی ورزشی رو بخشیدم و $200 که در کیسه بود آن رو هم بخشیدم همه اون خرافایی که زنم برای من آورده بود و شما خوردید بخشیدم آن ضرر معنویی که به من و اهل عائله‌ام آوردید بخشیدم به یک شرط چی شرط به دست اکا؟ شرط همین همان چیزی که بالای میز برای خوردن گذاشته شده است تا مغز و دانه آخرین میخورید باز سراسیمه شدید من گفته بودم که سراسیمه خوراک نخورید گوشت را میده خایده آرامانه فرو بردن لازم است و معده‌تان زیان نیارید التماس به خودتان رحم کنید همون دختری که همه کفته استاده بودن کو یافته آوردم حالتش وزنین مرده استاده است وای در کجاست؟ در قبولگاه کنی رفتیم؟
آرام شو باید چی خیل؟ aynan هم خیل؟ ببینید آماده کنید همش فهمون زود اپراسیا کردن در کار. خوش این